هلو لایتا، سلام به همگی. من اومدم دوباره یکی دیگه از آسونی های زبان آلمانی رو بهتون بگم. دیدین که ما توی فارسی برای سوالاتی که بله و خیر جوابشون هست از آیا استفاده میکنیم. توی انگلیسی مثلا توی حالت ساده میایم از do و does استفاده میکنیم. Do you work? Does she drive? این فعل های کمکی رو لازم داریم. اما توی آلمانی اصلا نه آیا میخوایم، نه دو و داز میخوایم، نه توی گذشتهش مثلا یه چیزی مثل دید میخوایم، هیچی. عین انگار فعلای تو بی، فقط جای فعل و فاعل رو عوض میکنیم. مثل تو انگلیسی که مثلا میپرسیم are you married، فقط you are married رو میکنیم are you married. اینجا هم میایم فقط میگیم که مثلا arbeitest du oder fährt sie یعنی اون رانندگی میکنه. bist du verheiratet، تو ازدواج کردی. میبینی فقط جای فعل و فاعل رو عوض میکنیم، نه فعل کمکی، نه آیا، هیچی. این هم یکی دیگه از شیرینی‌های زبان آلمانی. حالا اینکه یه ذره اون صرف فعل داستان داره و اینا هم هستش، ولی دیگه حالا